سلام به روی ماه همراه‌های همیشگی گل آشپز. مطمئنم رسیپی این کوکو سیب زمینی خوشمزه رو به همراه چند تا ترفند عالی تا حالا هیچ کس بهتون نگفته. پس لایک کن و تا آخر این ویدیو همراه من باش. پوست سیب زمینی هاتون رو بکنید، به ابعاد کوچیک تقسیم کنید، داخل غذاساز بریزید تا خورده خورد بشن. داخل آبکش بریزید تا نشاسته اضافهش به کلی خارج بشه. یک عدد فلفل دلمه‌ای رو ریز رنده کنید و به همراه 3 عدد تخم مرغ به موادتون اضافه کنید. خوب هم بزنید تا مواد یک دست بشه. دونه دونه ادویه هایی که داخل کپشن نوشتم رو اضافه کنید. برای این کوکو سیب زمینی به هیچ عنوان از پیاز لطفاً استفاده نکنید. بعد از اینکه ادویه ها رو اضافه کردیم، برای پوک شدن و همچنین 2 برابر شدن خوشمزگی این کوکو حتما از پودر سوخاری دونه درشت استفاده کنید. بعد هم قالبی داخل مایتابه بریزید و حسابی سرخش کنید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.